بسم الله الرحمن الرحیم. مینینگ که قانون چی بود ما برای مکمل 4 روز ریکارد برای دادم او کوشش در یه هفته شما دی پروگرام ورد برای خلاص بشه. این رقم من امتحان نمیگیرم که در ویندوز امتحان شما بسیار هیچ به این خاطر که شما تشویق شوی در پروگرام ورد بسیار زیاد سمپل داره میسم نه باز است فکرت باش. اگر پسیدی شما در پریزنتیشن زیاد شد در چی؟ وسط پرکتیس که مشکل داری از ما پرسان ریکارد برات میدم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. تاب مینینگ خلاص کردیم. امروز تاب چی میخوانیم؟ ریویو. ریویو در 2010 ریویو کمانده یک چیز است. اینجا که کمانده آمده بسیار سبک شده. سبک با این معنی شده که زیاد اپشن نداره. چی نداره؟ اپشن نداره. اگر یک نفر میگه که والا ما 2010 چی درس میدم کامنتس او مشکل است، یک قسم است او دیگه قسم است. کامنتس ریویو بعد مثال باز دیدن، باز سرش چی کردن؟ ریورس کردن، باز مثال خواندن. این ریویو بود. ببین هر تب یک معنی بود. هم تب مرکزیش بود. انزرت چیز ویدیو، فایل و عکس و ریلیشنشیپ و لینک و هر چیز داخل میکردیم در داکومنت و دیزاین میکردی دیگره پیج لیاوت شکلش تغییر میکردی کدامش بود و رفرنسز به این خاطر بود که شما میتوانستی که از این یک مثال تیبل اف کانتنتس و یا فوتنوت و سیتیشن و چیزا را جور کنی رفرنس جور کنی صحیح فهمیدی و در میلینگ شما میتوانستی که چیزا را به مثال با رقم روان کنی با مردم اگر او هارد کاپی باشه اگر او سافت کاپی باشه یعنی در یک وقت که با چندین هزار چندین صد هر چیز که باشه ما ضرورت شما باید کجا باید مراجعه کنیم در میلینگ. حالا که امروز ما شما میخوانیم ریویو تاب میخوانیم. ریویو تاب او چیزا را که تو نوشته کردی تایپ کردی سری از او پس مرور کردن یا او را دیدن یا او را غلطیش چک کردن یا در ریویو تاب با او مثال تفسیر دادن یا در ریویو تاب شما را یک نوت نوشته کردی به یک نفر روان میکنی که عبدالباسط خان تو را ببین غلط است صحیح تو چین سری آن میکنه اگر او چک میکنه اگر چیزا دلیت و انزرت هر چی که میکنه شما میبینی که والا اینی نمیشه و یا ریویو به معنی با می صفحه مقایسه کردن یا ریویو به معنی می صفحه را مکمل پاسورد دادن. خب بسم الله الرحمن الرحیم. میم دا رین کماند اول در این کماند فکرش باشه شاگردا توسط سپلینگ می توانیم که غلطی سپل و گرامر را چک کنیم. چک کنیم غلطی سپل و گرامر را چک کنیم. شرح مبرتر گفت کجا باید درس میتم اپشن داخل این مکمل اپشن خوبی سپیلینگ و هر وقت که شما غلطی گرامر سپیلینگ نمیبینی غلطی توسط این کمال میتونید غلطی سپیلینگ غلطی گرامر که می رنگ سبز می چه قسم می؟ زیرو لغت کدام قسم رنگ می؟ رنگ سبز می و غلطی سپیلینگ که می رنگ سرخ می. فکرت باش شاگردان
اینی غلطی گرامر و اینی غلطی سپیلینگ چاپ نمیشه. چی نمیشه؟ یعنی این خط که شما علی میبینی اینی خط چاپ نمیشه. در سپیلینگ و گرامری 2010 که بری از این کامند شما میتونی اتوماتیک با آپشن بری. کجا رفته میتونی؟ آپشن. اونجا یک ویندو باز میکنه. به شکل چی باز میکنه؟ به شکل ویندوز باز میکنه. به شکل ویندوز که باز کنه اتوماتیک دو بعد یک کامند نوشته است به نام آپشن. اگر کس میخواست که در 2010 مشکل داشت ریکارد ما از ما دیده میتونه در اونجا با کمال ما هم تشریح کنیم. اونجا در آپشن آمدم دایرکت از طریق کامند. اینجا از آپشن نامدم. این آپشن جداست. ignore words in upper keys. ignore چی معنی؟ ignore به معنی تیر شو، صرف نظر شو. اگه چک باشه لغت برد به حروف کلان چی میکنه؟ چک نمیکنه، نادیده میگیره. ببین هر کدام کماند که تو اینجا بگی که پلاک سرشان کنی چیز نوشته کنی، حالا اینی غلط نیست. کوکی غلطی که پلاکس آن باشه. که پلاکس کدام لغت به حروف کلان چک میکنه؟ نمیکنه به حروف کلان. اگر شما بی اینجا برش بگویی که نه سپیلینگ اگنور اسکو به حروف کلان چک میکنه. میبینی؟ خب او آپشن آنه میمانیم. او آپشن اگر درس بود امروز برای درس نیتو مگنه بود دا آپشن همه برده بود مکمل آپشن که دار برا باشه داخل بخیر میخوانیم. اول اینی سپیلینگ این گرامر که شما چک کردی شارتکت اینی چیست؟ F7 چیست؟ F7 شارتکت شان است. یک خوبی اینجا داره 2013 خوبی اینی است که یک تاسک پن برات باز میکنه. شاگردا ببین یک مسیج است، یک تاسک پن است. مارکر بیار. یک چیز یک مسیج است و یک تاسک پن است. تاسک پن او ویندو یا مسیج چی فرق داره عبدالرحمن؟ مثالی یک چوکات است، یک ویندوی کلان است. اینجا یک تاب است ما پرس کردیم به نام مثال سپیلینگ. صحیح؟ این سپیلینگ است یا نیست؟ اینی سپیلینگ ما چک کردیم دهی برات میگه که یک چیز یک ویندو باز میشه یک تاسک پان. چی فرق؟ مسیج امر تاسک پان؟ نه یا مسیج تاسک پان چی فرق؟ استاد مسیج که استانا مسیج میتونم مرایشان نشون بدم. تاسک پان که است میتونیم از اونجا باز تغییرات. نه شکلش چک است. اگر این شکل مسیج برات داد این ویندو است. اگر این در بغیر این رقم مسیج برات داد این تاسک پان است. و 2013 هر آپشن که باز میکنه ببین شما در پیکچر دیدی در کل دیگه چیزا تاسک پان باز میکنه یا نمیکنه. و 2010 چی باز میکنه؟ یک ویندو باز میشه یا نشد. این به کمال تاسک پان باز میکنه. یعنی مزاحمت بر روی داکومنت نمیکنه. وقتی که تاسک ویندو با شما که اینجا کمال اپلای میکنی که پریویو اتوماتیک آتو پریویو شما نمیبینی زیر اسیمه. اگه اینجا باشه با کمال داکومنت شما میبینی. این چیز تاسک پان است یا نیست؟ تاسک پان. و این چیز ویندو یا چوکات. خب اول کمان چیز سپیلینگ این گرامر. ignore all at change all. 5 دانه کماند داریم. یک کماند اینی ساوند است که خوب کماند چی آمده در 2013 هر لغت کی د سپیل مشکل داری دا پرونانسیشن دا پروگرام ورد برو و استاد انگلیسی باشی دیگه باشی یک لغت مردم کی رقم مثال تلفظ میشه تو برش میگی این رقمه like thanks think چرا قسم تلفظ میشه sing چه قسم
سینک تلفظ که میکنی میگه که سینک. تا دیده بار دا سپیلینگ بریم باز اونجا چک میکنم اینی اینجا تنگ میگه خب کمبریج او دیکشنری کلان او را چی می سینگ برش میگه. دوام اول کمند است ایگنور. یه ایگنور میکنی صرف نظر میشی. چرا ایگنور شو باید با شما خبر چی ایگنور میشه دیگه باید ایگنور نشه. صحیح؟ چینج شو کار کردن میکنه سرور باید بدل شو. صحیح؟ ایگنورال ایگنورال آرد ببینی شاگردان نوشته میکنی سیب و اوپن سرنگ اوپن هم دست راجی اوپن است. خب F7 اول چیز سیب و اینی سیب با سیب تبدیل میکنی با شو تبدیل میکنی با سوی تبدیل میکنی سالب و ستاو و چی با چی تبدیل میکنی. این از مین دیکشنری پروگرام آفیس یا مایکروسافت آفیس یک دیکشنری کلان در پروگرام ورد داره. یه پسر برای تشریح میکنه کلان یک دیکشنری داره. ای از مین دیکشنری باید لغت بلند میکنه. دیکشنری شاگرده دو قسم است. یک کاستوم دیکشنری است یکی است مین دیکشنری است. کاستوم دیکشنری و دیکشنری را گفته میتوانیم کدام دیکشنری کاستوم دیکشنری و دیکشنری است که کدام دیکشنری ما شما جور کنیم و را کاستوم میگیم یعنی بدل خود. یگان لغت است در کامپیوتر نوشته میکنه و رنگ سرخ زیرش میاره. اگر مثال پرمختک نام بصیر نوشته کردید اینجا رنگش چی آورد زیرش سرخ آورد. شما اگر اینجا سرش رایت کلیک کنی اینجا بی اد برش بگوی این در دیکشنری یک دیکشنری با نام با دیگه جور میشه او را کاستوم میگه. اگر از بین از بین دیکشنری که در لغت آمد اینجا اول شما می ایگنور شو صرف نظر شو سر لغت اول استادشتی ایگنور شد یا نشد ایگنورال از کلی صرف نظر. چرا می ایگنورال یعنی به این معنی اگر یک قسم لغت چندین دفعه آمده بود که غلط بود او را باید ایگنور شد. دلباسط یک دفتر کمپانی کار میگه چقدر غلطی که میکنه ایگنور است. خواردده رئیس بس ایگنور گریت ایگنور میشه و آد برید کار میکنم. این دیگه لغت ببین اوپن ای به چینج شو چینج که چینج میشه نمیشه با کدام لغت چینج شو اینجا کل لگی لغت هست میبینه به این لغت به این اومان و بلا 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 چینج حال کل لگی به چینج شو. غلطی حالی میبینی غلطی چی است؟ گرامر غلطی است یا نیست؟ گرامر غلطی ما باید گفتیم چی قسم می؟ سابز می و غلطی چی قسم می؟ آقا جی راوڑا کنید شما که میبینی؟ چه او خورده است؟ او به انگلیسی را خواه او به انگلیسی را خواه کدام؟ صبر کنم ایگنور چینج میکنم چینج چینج وان یک دفعه باید یک دانه چینج کنم باز چینج حال بگی کلایی باید چینج کنم. پس ایگنور باز چی غلطی نباشد اسپیلینگ رفته نمیتونی یک فکرت باشه 20 دفعه اگه بخوای چیز داکومنت کل لگی چیزا که غلط باشه که مسیج پرس میکنی در مسیج داخل شده نمیتونی ضرور به در روی صفحه یک سمی غلطی باشه. صحیح؟ شما میخوای آواز شد کدام
هر دفعه اینجا به این نوشته میکنی که کابل یا نوشته میکنی خوست. غلط است یا نیست؟ اینجا شما می اد تاکه زنده باشه ولی خوست که نوشته کنی تاکه کامپیوتر باشه در دیکشنری است. خب فکرت باشه کرده دیگه داره کار میکنم سوال برای این سوال برای یک هفته بعد ما باید کار میکنی زود در دفتر کار میکنی مثال اون نفر کدام کناس در پروگرام ورد امی لغت ما شما کسیات لغت ها را نوشته میکنیم چی کنیم که به انگلیسی تبدیل کنیم با افغانی نوشته میکنیم او کامپیوتر نمیشناسه مثال نوشته میکنیم ستاره محکمه نوشته میکنیم افغانستان نوشته میکنیم لغمان نوشته میکنیم مثال تخار او را که نوشته کنیم ما او را نمیشناسه هیچ نمیشناسه او را رنگ سرخ میاره میگه غلط است ما باید هر کدام لغت به سر کامپیوتر بشناسیم که سرش کلیک کنیم و اونجا برش بگویم ارد. اگر اینجا نه مثال اینجا نوشته کرده که تخار اگر این رقم نشناخت اینجا رایت سرش کلیک کو چی برش بگو ارد تو دیکشنری یک کدام دیکشنری تو یک کاستوم دیکشنری جور کردی که غلطی نکنی که برش گفتی. اما شما که با اون مشکل دادی ما برای پروگرام ورد کامند دیگه هم درس داده بودم که شما چطور میتونی که هر مشکل داشتی و شما میتونی که از چی حل کنی هر مشکل که داشتی شما میتونی که سرش رایت کلیک کی ببین اینجا مثال اول خود اکسچنج لغتشان هم است ایگنورشان هم است همین مشکلات اینجا حل میشه هیچ اونجا مراجعه نکنم مسیج. خب پس ببین به اون سوال که چطور ما میتونیم که در اون دفتر 5 سال یک آفیس استفاده کنیم 5 سال استفاده کنیم تقریبا 2000 لغت مارد کنیم ولی که آفیس در استفاده کنیم دیکشنری ما خواهیم تیارم نه چطور ما میتونیم که اون دیکشنری نگاه کنیم دیگه آفیس استال کنیم به اون باید ارد کنیم سوال برو پیدا کنیم بسیار ضرور است ضرور است یا نیست اول سوال خب فهمیدین سوال حل کن نه دول نام است کلاس پارتیسیپیشن گفتم که دیکشنری جور کدی رقم چند لغت ببینار لغت مارد میکنیم 3 لغت شده یا نشد اگر 3000 لغت شد 5 سال که کار کنی ضرور 3000 لغت خارد میکنی یا نمیکنی. آفیس ما خراب شد آفیس نو اینستال میکنه آفیس نو که استارت کنی دیکشنری ما ضرور از بین میره یا نمیره ضرور میره ما میخوایم باید از بین نره چه قسم نگاه کنیم صحیح علی فهمید سوال برو که هر کس سوار دیواز توان نمیکنه ریکارد از ما نبیدی یک سوال برد برو ریکاردم شاید ما نگفته باشه آفیس قبلی در هیچ غرض نمیگیره من بار کرم شدگی باشه دیگه استفاده ها؟ نه دیگه که خوب خراب وارچ خراب نه؟ نه او در یک دم شما میخواه برد می که آفیس ما بدل میکنی 2030 است ما میخوایم 2013 آفیس استارت کنیم او باید ریموو شود او سوال است برد تو خود در سر خود نیست یک دفتر کار میکنی و میگی باید ریموو شد 2013 خود دیکشنری از بین نره او استازی خود از بین میره استاز گرام از تو گم شو با بگیرم ناری کنی استاد ها شل مارکس 20 سوال اگر غلط بود ما باید صحیح نمبر که با ای پلاس برای باشه 20 سوال استاد کل سوالات چند بود 160 شدگی جان نمیگیری استاد ها 160 سوال 20 ما کمک کنیم استاد استاد می داکومنت سیو میشه اگر اون داکومنت از فایلش نگاه کنیم با فهم سال مثلا پس پیس کنیم نه استاد یک سوال لغت است در 2010 نورمال پیدا میشه و در این نورمال نیست پیدا در بیشترین دیگه نیست نورمال ضرور نیست اینی کماندا خو مشکل نداری ها یک نفر برد بگی نور چی بنا یعنی غلط که
برو خیر برو خیر اصلا هیچ وقت نکنی کار فهمیدی تیرت نمیاری یا استاد اکته و الجدا اکسس چه؟ چی؟ خب چیچ یک اینی لغت است یا نیست؟ SDF ما میخوایم ای با کدام لغت؟ ای با سیت خفاست یا نیست؟ به ای تبدیل شود چینج به ای تبدیل شد یا نه؟ اگر SDF زیاد یک چندین لغت یک قسم بود اینجا شما بی بازم چینج میکنه اینجا بگی دیکشنری بزید لغت بلند نمیکنه بیگن لغت هم لغت برش نیستی چی نوشته کدی که پیدا میکنه که به یک شکل نمیه لغت علی کم صحیح باشه مثال کیرز عرض اعلان چنج لگه کلوگی بود یک چندین همی قسم بر تبدیل میکنه یک تبدیل میکنه و دی یگان اپشن است مثال یگان جملات است ای رقم فکرت نیست نوشته کدی که that is خانگل village صحیح that is خانگل village نیست خو صحیح اسیره چرا غلط کرد نه او باز بخیر ما شما که اینجا بیم plug repeated words ریپیٹ تکرار کے لغت کے باش اوبید ہم بھی گیرا کنا فکر مانی دو دفعہ ایک لغت نوشتا کلی پالو دا پالو غلط شد یا نہ شد او بعد برد میں او بعد برد آپشن درس میں تم صحیح بلاک ریپیٹڈ ورڈز مارے چیکار میں کنا لغت تکراری نا می گیرا اگر چک باشنا این تکراری لغت بید نہ بید تکراری لغت کے جملے ایک دفعہ بھی خو غلط است یا نیست غلط است بید بگیرا اورم شما میتونی ایگنور شو یا فرش رایت کلیک ریپیٹ باز آپشن بعد مو آپشن بر درس میتونه کانفیوز نشی صحیح حالی که شما باید بخوانی که اسپلینگ و گرامر به خاطر چک کردن اسپلینگ و گرامر است که غلطی اسپلینگ سبز است و غلطی گرامر چیز سرخ است که فکرت باش که پرینت نمیشه و غلطی ما میتونیم که از F7 از رایت کلیک از چیز سیو کنیم اگر نگان لغت کی اگر شما میخوای که او را اد کنی او برید کجا اد میشه در کاستوم دیکشنری اد میشه که کاستوم دیکشنری کجاست شاگردان آپشن کی بی دمی پروفینگ کی بی اینجا دیکشنری کاستوم دیکشنری کدام دیکشنری سینیس سینیس کاستوم دیکشنری ایڈیٹ لیست ورڈز اینی لغتال خست و لغمان و تخار و ادمنستریٹر ما جمع کردیم آنها کردیم هم اینجا برای تو 1000 لغت جمع میشه ما چطور نگاه میکنیم این سوال سر تو است که شما اینجا باید شما رای نگاه کردن باید هم چی کنی پیدا کنی فهمیدی و لغات که شما کردیم ما بر ذخیره نشان دادم یک نمبر میگه کجا میره او خمره او سوال جواب برات دادم که یک نمبر برات میگه که امره من دیکشنری یک جای میشه نه دیکشنری مایکروسافت هیچ وقت یک جای نمیشه این با کاستوم دیکشنری می با کدام دیکشنری می کاستوم دیکشنری اینجا شما اینجا آمدید دیگه تگاب ارت این بهت کامپیوتر دیگه غلط نگیره صحیح اینجا بیم اول خپل ولایت راجستر کن کاپیسا ارت شو فهمیدی هیچ به چی نشود غلطی باید نکنه اوکی 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 اکی اینجا بی کاپیسا غلط نمیکنه تگاب صحیح فهمیدی اگر نوشته که بغریس بغریس غلط پورا مت کو خیر آسان हाँ इग्नोर नहीं add to dictionary add to dictionary spelling grammar को मुश्किल नहीं इग्नोर में करें बड़ा डिक्शनरी add में करें बड़ा डिक्शनरी पर खुदा आपसे चरा add करें बड़ा डिक्शनरी चरा आइंदा इस गलत नहीं है एक्सेलेंट यानी امروز ما یاد کنی هر روز نوشته میکنه غلط میکشی ما باید اد کنیم که دیگه برای ما نگوی که غلط است چی بیش شما؟
استاذ نور بل اخر خلاصي څنګه پرګه انجنیر اور تیمل ولا ښه الله تکي چی دانلود شده است نه ای گفته که چطور مثال ما باید د انگلیسی کو غلطی گرامر و سپلینگ میگیره در پشتو در دری باید بگیره ما گفتم که ببینی اینستال نیست همراه مایکروسافت تنها یک انگلیش نیست انیبل است در کامپیوتر کار میکنه خو اینستال نیست که او را که اینستال شد او را کم تیاری مکمل برش بگیره که او را چک کنه غلطی و چیزا بعد این چیست سبا بیار اگه بتا وقت که نبیاریم هم تا کسی نه واسان سوا نه دو سال اگه نآوردیم باز برکن باید بیاری خونیست ما از کجا بریم در اینترنت از این سایتی پرسم کرده که خب بعد از این یک کماند است که در پروگرام 2010 با نام دیفاین نیست و با نام دیگه نام است اینجا که است دیفاین است کنترل پلاس F7 که توسط این کماند می توانیم که یک لغت آنلاین معنیش بکشیم چه قسم not sure what a word means find out پیدا کو برای ما یقینی نیست که لغت چی معنی توسط این لغت می توانی که یک لغت چرا معنیش بکشی مثال پروواید اگه اینجا معنیش پیدا نشده آنلاین شما میخوایی که اینجا کلیک کو اتوماتیک می و یک نفر باید بگه که امره تریجرز چی فرق داره چی treasures or dictionaries as way to get a free or premium dictionary from the app store you must be online please contact to the internet and try again in language کدام زبان میخوای لغت ترانسلیت کنی فهمیدی دفتر خو فسیلیتی داری این فسیلیتی این فسیلیتی شما اینجا کماند ما داریم به نام ترانسلیت و برای ترانسلیت میگم इंटरनेट खुद की ना लगा दे खैर बात हम कार में कनो कदम वजीफे नहीं है क्या कसम इंटरनेट सिस्टम इन्हें एक लुगत ऑनलाइन शमा में तने के डिक्शनरी अजीम तरीक हम मुकम्मल डाउनलोड करी कुछ पर मां माना में कशा ऑटोमेटिक office.com ये किसे आप ज़ाहिर लुगत भाषा ये जो पर मां हम एक डिक्शनरी बना में टी-शर्ट्स दादा अगर ये काम ना कर टी-शर्ट्स शिफ्ट प्लस F7 دی تعریف کنترل پلاس F7 است بالا تریجرز شفت توسط این کماند می توانیم کرات است تریجرز نوشته کنه چی میکنیم پایین چیه معلوم نمیشه مشکلات است کنه توسط این کماند می توانیم که یک معنی یک لغت را سینونیمش پیدا کنیم سینونیم کو میشناسیم مترادف معنی واحده لغت سینونیمش پیدا کنیم سینونیم و آنتونیم مترادف و مخالف انتونیم مخالف متضاد مترادف و متضادش پیدا کن پیدا شپلاس F7 ببینید شاگردا هر لغت برای ما بسیار سخت میشه نوت در کتاب نوت میخوانیم کیپ نشناختم رایت سرش کلیک میکنیم سینونیمش وی سیو کیپ مین تو سیو تو ریتین تو هاف تو پرزرو تو پوسیس هنگ آنتو دیکشنری فارم است دیکشنری معنی پلین فارم
یک لغت که شما مثال تشریح میکنی، یک استاد انگلیسی برای تشریح میکنه، مثال برای که سی سا سین، مثال اول به این برای تشریح میکنه، دیکشنری برش گفته میتونه، پلین برش گفته میتونه، صحیح، فرست برش گفته میتونه و دیکشنری فارم، پلین فارم، فرست فارم یا سیمپل فارم. این رقم گفته میتونه نه، این کلگی یک ساده حالت یا اول حالت لغت است، صحیح، برای سکن یا پاست یا چیز. این مکمل changing to کلگی دیکشنری هولدینگ آن تو ایری دیکشنری حالت هم گفته میتونه. خب اینجا خو سینونیمش پیدا کردیم، ما از این طریق اگه کامند پرس کنیم تشرس اینجا آمد یا نمد کیپ، این لغت نه دیگه. یک لغت مثال پروسس چی مانا انتر کو، procedures course development progression method route practice manner activity course of action means dictionary verbiage is treat سی مکمل ای لغت اسمانش. Shift plus F7 کلیک کردی دی دا اکسل ورد دا اکسل دا پاورپوینت اینی لغت آورد. شما می طریق و می طریق هر لغت که شما وقتی که درس میدادی یا دیگر کدام مشکل می بود یا لغت بسیار سخت بود معنیش می کشیدی اتوماتیک باید ای آر چی کنی؟ اینی انتونیا می شود پاورلس. من گفتم متضاد و چیش پیدا میکنه؟ مترادف. متضادش کدام است؟ پاورفول، پاورلس، شارپ، روز، گریت؟ پاور ویک است یا نیست؟ یا پاورلس. پاور کم پاور. اینی انتونیا میشن است ویک اینجا نشته است. چیز؟ ویک. متضادش مخالفش. فهمیدین؟ مخالف هر لغت چی داره؟ مخالف داره. درس خواندن، درس نخواندن، کوشش کردن، کوشش نکردن. word count توسط این کمند می توانیم که لغت‌ها را صاف کنیم، شمار کنیم. چیز word count چی نام دارم؟ word count توسط این کمند می توانیم که لغت را چی کنیم؟ شمار کنیم. مکمل ڈاکومنٹ لغتا پاراگرافا حروف لنک ہو فٹ نوٹ اینڈ نوٹ ہو ٹیکسٹ باکس ہو دا ہر چیز کے بارے لغت باش شمار میں کہ شما ای قدر پیج داری ای قدر لغت داری وی قدر ٹیم مصرف کری وی قدر سیو کری وی زیاد چیزا را میخوید پراپرٹی هم بخیر ما شما میخوانیم خو اینجا که برات میگم ورد کاونت مکمل دی جمله ساده سیم ورد کاونت پیج جکس لغت 239 و کارکترز نو سپیس و دا غیر بدون سپیس چه 1063 و کارکتر و بسیار باشین جناب سپین دیتو بینادی است و کارکتر چی است بدون سپیس کی است چندان است 1063 و کارکتر کی است و دا سپیس است 1292 دی دا مکمل ڈاکومنٹ ببین کنٹرول پلس اے سی وی مکمل چی قدر که داشته باش ایره کلیک کردی 23 صفحه است ڈاکومنت براتان گفته این قدر لغت است این قدر کارکتر و سپیس خو میشناسی تنها کارکتر ای بی سی و سپیس که داری امره ای برات شمار میکنه پاراگراف 245 و لینز که است 704 include text box footnote and endnotes اگر text box ما اینجا آوردیش چی آوردی؟ insert text box آوردم
در تکست باکس هم پاراگراف ها را نوشته کنیم. این نوت یا فوت نوت هم در ریفرنس کجا داری؟ این نوت فوت نوت کنترل پلس هوم ریفرنس اگین جمع بیم ریویو نمیبینی؟ تغییر خونمه ها؟ اینجا برای ما معلوم نمیشه. خب ترانسلیت توسط این کمان می توانیم که داکومنت یا تکست انتخاب شده یا یک لغت را چی کنیم از یک زبان به دیگر زبان را چی کنیم ترجمه کنیم که چیز میخورم. Raise your hand. It's a very lot we have. توسط این کمانड می توانیم که یک داکومنت یک تکست یک تولبار را چی کنیم ترانسلیت کنیم انتخاب کنیم. شارتکت خب من برای گفتم که اول خلاص شد اول کبر که آلت پریس کو شما دیگه شما باید با مردم شارتکت درس بدی. اگر زیاد یک نفر گفت که والا نه استاد ما دیدم برو دمی یک طریق برات نشان دادم از کدام جه از یوتیوب برو از ماکرو برش بیار که هست نیست او رو خیال داری یک قرآن دیو ها ماکرو ویو ماکرو لیست اینجا باید بی all یا ورد document صحیح است all چی کنیم list of commands کلیک کو رن کو yes کو پرینت کو بنام خود پرینت کو امان نوشته کنیم کی میفهمه که کی نوشته کنیم کات کاپی از کوله گیدونه کتاب نوشته کنه کسی نوشته Só de ver de una que da suerte por la que mal país. Pasó por la plata que anda bien gusto para estar. یازده ده 11 رفتیم. خویی را یاد گرفتی ترانسلیشن اگر شما مراجعه کنید translate text into different language by using bilingual dictionaries in online services. چی معنی؟ شما باید بفهمید در گوگل اگر رفتی شما در گوگل که ببینی از یک زبان به دیگر زبان ترانسلیت میشه نمیشه. یک دیوان ماست اینجا آیتی آلی کارزه ماست شرط اکراست این در بخاطر پشتو یک سافیر جور کنه 5 سال میشه سرش کار میکنه 5 سال سافیر انجینیر خاص کار سافیر است او 5 سال در یک دقیقه 5000 ورق با انگلیسی و پشتو تبدیل میکنه در او وقت 2 ماه پیش که برسان کردم پیش گفت که در پشتو در یایش کار میکنم یا 5 قسم است که مردم در این مثال که مکمل ادبی باشه آلی شما که در گوگل ترانسلیشنی با گوگل یک کانال خدمت اسی کی پارتا در گوگل صحیح تانا تکرام است بیخی از کانال است در اونجا در دفترم داره در چی نه نزدیک ولایت در چاره صدارت دفترم داره اونجا کار میکنه و بسیار یعنی واقعی لایق است اگر شما در گوگل بری یعنی با پارسی است ایرانیا جور کرده به دری نیست برای شما زبان نیست پارسی است یک لغت که اینجا این طرف نوشته میکنی خان اون طرف نوشته میکنه خان اوپن بس کردن این رقم اگر اینجا مثال به پارسی تبدیل کنی اینجا برای انگلیش
هر زبان که شما میخوایی. اگر در پروگرام ورد اینجا به چی برای ما میگن؟ ترنسلیت فارم نو سرویس اویلیبل. کدام یک انگلیش از دیگر زبان کدامش راجستر نیست؟ یس نیست. او کس که نام داره اسرار کریمزی نام داره. بچه هست تکرار بچه هست. تلویزیون زیاد برکاب رش میکنم از انگلند در کدام ملک یک چی مورد مثلا کدام دویبی دویبی سافرر را جور میکنه سافرر این چیزا میتونم کدام هو چی میکنه سافرر میکنه او باز کی دی شدید کارا بشنوه دی ورد و ویندوز و اکسل و پروگرام او یک وی یک بخش است. مثال دکتر است رقم نیست، دکتر قلب، دکتر اعصاب، دکتر معده، دکتر کوشگلو، دکتر صحیح فیل داره. عمومی فیل داره، یک فیل او فیل دیگه است. اینجا بود باز کدام من کرافت خانه با بورس را این کرده با بورس خب و این یک چیز ترنسلیت عمومی است. ترنسلیشن هم اویلیبل نداره. ترنسلیت که میشه از کدام جای میشه؟ لنگویج set proofing language شما میخوایی که لنگویج را choose the language of the selected text. شما میتونی یک زبان selected text داشته. شما را انگلیسی میفهم مثال کالر COLOR این کالر کدام سپیل است؟ امریکن است یا نیست؟ بریتیش COLOUR بریتیش است یا نیست؟ METER meter امریکن METRE بریتیش اون تلفظ است سپیل وارد نہیں شو رقم اردوی ساتردی است ساتردی تلفظ سیکس. خب اینجا مثال سنتر امریکن CNTR ای بریتیش ای امریکن هم داره صحیح میگیره صحیح شد امریکایی دیگر معنا میده. اگر شما اینجا به ای زبان سوچ تبدیل کنه ست آره کدام یونایتد استیتس یا نیست؟ شما میخوایی اینجا کدام زبان ورش میگیری؟ یوکی یونایتد کینگدم میگیری. یس فیلیپین ساوت افریقا یونایتد کینگدم یکی دارک don't check spelling grammar اگه check باشه گرامر و spelling هیچ وقت باید زبان check نه. detect language automatically اگه check باشه هر زبان که install شده دهی ایمیسه اینجا detect میشه میگیره کدام زبان اینجا set as default برای همیشه انتخاب میکنی. set as default یک set use default است یک set as default برای همیشه ما اینجا انتخاب میکنیم برای همیشه اینجا بیم language set language set as default کنیم ببین کدام لغتی که امریکایی غلط کرده بود آلی بریتیش که انتخاب کنیم امریکایی را غلط کرد بریتیش صحیح شده نه یعنی نه این رقم شما میتونید اینجا زبان انتخاب کنید. چی انتخاب کنی؟ زبان انتخاب کرده میتونید که اینی language performance این مکمل از اپشن باز میم کم معلومات برات میگیم کدام اپشن لنگویج انستال است و انستال نیست چی دیگه پر از طریق اپشن یا اول اپشن بس است